برای پخت این دسر خوشمزه اول احتیاج داریم به سیب، کره، شیر، دارچین، شکر، زرده تخم مرغ و خمیر هزارلای شیرینی، وانیل. در ابتدا سیب‌ها رو پوست میگیریم و کامل ریز میکنیم. دقت داشته باشین که هر جای ریزتر باشه دسرتون زودتر آماده میشه و سیب‌هاتون زودتر پخته میشه. وقتی که سیب‌ها را کامل ریز کردیم، کره را به مایع اضافه می‌کنیم و صبر می‌کنیم تا کره آب شود. بعد از اینکه کره آب شد، شکر را به اون اضافه می‌کنیم و صبر می‌کنیم تا شکر هم آب شود. حالا سیب‌ها رو به کره و شکر اضافه می‌کنیم و سیب‌ها رو اول تفت بدیم تا کامل سرخ شود و سپس باید در آبرمه یا محتویات بذاریم تا کامل سیب‌ها پخته شود. وقتی که کامل پخته شد و آب سیب کشیده شد، باید یکی رو امتحان بکنید. وقتی که دیدین کامل سیب پخته شده و آبش کشیده شده، آماده شده برای گذاشتن روی خمیر، چون اگر آب داشته باشه خمیرتون رو خراب میکنه. در اینجا کاغذ روغنیمون رو کف سینی فربند میکنیم و خمیر رو که از 1 ساعت قبل از فریزر خارج کردیم باز میکنیم. خیلی دقت کنیم که خمیر خراب نشه، ولی بعد از اینکه باز شد به راحتی میتونیم با وردن کشیدن قسمت هایی که ترک خورده رو ترمیم کنیم و یک خمیر صاف و یک دست داشته باشین که برش نخورده باشه. در این قسمت فقط روی خمیر رو کمی خط میندازیم ولی برش کامل نمیزنیم. در این قسمت خمیر رو برش میزنیم و کامل روی سیب‌ها رو میپوشونیم.
این دمایی که عرض کردم خدمتتون برای فر برقی هست و برای فر مختلف متفاوته. هر موقع که خمیرتون پف کرد و روی اون طلایی شد، یعنی اینکه پخت دسرتون تکمیل شده. نوش جان.